درود بر شما هموطنان عزیز، خانمان و جنابان. باز یک بار دیگر همه شما را با آغاز سال نو میلادی صمیمانه تبریک میگویم. آرزو دارم که در سال نو ما به یک توبه ملی، به یک پیمان ملی، به یک وحدت ملی برسیم و نقش مطبوعات، نقش رسانه ها در این سمت از همه بزرگ است. من برانم که حکومتی که اپوزیسیون ندارد، حکومتی که مطبوعات آزاد ندارد، مثل یک آدمی است که چشمش نابینا و گوشش کر است. تنها مطبوعات آزاد میتواند مطار پیشروی ها، مطار دیگرگونی ها، مطار تغییرات ها گردد. خیلی خرسند هستم که رسانه نوی ما در بین جامعه تاجیکستان، در بین شهروندان تاجیکستان دستگیری یافت و امروز سرم به آسمان هفتم رسید که بخش تاجیکی رادیو آزادی درباره این رسانه به مردم یک خبر رسانید و این مژده نه تنها برای کارمندان و تیم ما، بلکه یک مژده امیدوارم که برای همه مردم تاجیک، برای همه شهروندان تاجیکستان است که برای آنها آزادی از همه مقدس، آزادی از ارزش عزیزترین بود، هست و میماند. باز یک بار دیگر سپاس، باز یک بار دیگر تبریک. خدا به همراه. من به یک حیران هستم که چرا حکومت تاجیکستان هر یک نفری که مخالف باشد، هر یک نفری که از سیاست ناراضی باشد، اینا دشمن اعلام میکنن، اکستریمیست اعلام میکنن و تروریست اعلام میکنن. شما با دست خودتان آدمان بیگناه را، آدمانی که اصلاً ارزی همه آنهایی که برای همکاری با ما رضایت دادند یکی است: واکنش به حادثه های مهم روز، تحلیل و تدقیق پدیده های سیاسی و اجتماعی، تشخیص سایه روشن ها، بیان ناگفته ها، روی آوردن به موضوع هایی که در کشور ما سری مگو یا راز نهان حساب می شوند. راستی همین دو واژه، آیین‌نامه، منیفست، کودکس اخلاقی تیم ایجادی ما خواهد بود. حرکت سیاسی گروه 24 روزی